دیتا جمهوری اسلامی ها در اما زمان جنگ ایران و عراق سوء استفاده کرد و سرکوب داخلی شدیدی انجام داد، مخصوصا تابستان 67. انی جمهوری اسلامی وقت گوشه نزدیک 1000 نفری بازداشت کرد و ممکنه بین یه بازداشت شدگان کسانی ببند که جنبش زن زندگی آزادی تو که فعال بیتگان جمهوری اسلامی اشان به نام مأمور یا جاسوس موساد رو اعدام بکند و اصلا ما نزانی که 1000 نفر یا 800 نفر کهند آیا ایشان مثلا سابقه فعالیت سیاسی بیت منتقد حکومتند یا اصلا چه کسانی هستند نام و هویت و نشان هم معلوم نیست. در کنار ایشیا اگر جمهوری اسلامی مسیر سرنگونی برد ما بلوچ مخصوصا باید چه کارهایی بکنیم، ما باید چه مسیری حرکت بکنیم و انی تا آروچ واسطه چه برنامه ریزی احزاب سیاسی بلوچ توانه بکنند. من هر دو سوال یه جا گفتم یه واسطه که لطفا زمان برنامه کنترل بکنه اگر بیت 5 دقیقه به 5 دقیقه پاسخ بده که ما بتوانیم بهتر مدیریت بکنیم. بسیار خوب. برای جمهوری اسلامی ایران جمهوری تروره، جمهوری وحشته، جمهوری که در واقع اصلا اوتی حیات ها سر رعب و وحشت در میان مردمان در واقع داری ادامه داده. به همین دلیل که شما اشاره کو با کشتار دهه 60 که انجام دادن و همیشه این کشتار هم ادامه ودی کرده و الان هم در واقع پای دیگه بهترین بهانه تحت عنوان شی جاسوس اسرائیل بوده و های جاسوس اسرائیل اسرائیل جاسوسان گشتر ما بوده خودیانی بوده در درون سپاه پاسداران بوده نه مردم عادی نه نظام فعالان سیاسی دیگه. نو ادانت که جمهوری اسلامی بدون شک الان وحشتناکترین شرایط برای ایجاد رعب و وحشت از طریق در واقع تروریسم دولتی، همین کشتارهایی که داری انجام شده به دنبال انتی و بدون شک چی هست. متاسفانه مردم اولا در این رابطه هم باید هوشیاری و آمادگیش ببینه و به اضافه در ارتباط با دیگه نکته دیگری که شما مطرح کنید چرا الان که مردم بود چیه بکنه من مطمئن نشیه که لازم نه که نظام من و ایکس و ایگرگ بلوتین پنتش بدن که بوده چیه بکنن توشان مردم باید بهتری بود شرایط زانه و مطمئنن هم بودی در واقع رهبندان جور کنند و به یک شکلی و طور سازماندهی کنند. برای واقعیت ایشان در یک همچین شرایطی اولی مسئله دانه که مردم بوده در یک همچین با این مسئله گشته در رابطه تاکید کنم که جنگ بین ایران و اسرائیل هنگت تمام نهد و با توجه به جان سختی که الان بعد از اینکه واجد خامنه ای به قول معروف از قبر وقتی در یحت در و همچون که ترامپ داری در واقع قیافه گوشی دیگه اصلا عامل زندمانه که تو مناگنه تا دیر اینجا تا که توشن تجاگا مازانده من نوشته بوشا نو الان در یحت داری گور کنه تو تمام چیزایی که پیسر در واقع بشک بوده که نشان لوتا سول بکنن توشن الان همه چیز داری در برطرف بیته. ادانت که احتمال جنگ مجدد بین جمهوری اسلامی ایران و بین نتانیاهو یعنی بین خامنه‌ای و نتانیاهو حدا هم یایگیت و یایتن ایشی چشمانداز هم چو پیش داری. بنابراین ایشی سخت مهمه که مردمان در واقع اول در ارتباط با مسائل ایمنی امنیتی و این امنیتی از نظر فیزیکی وشون وقتی مثلا جنگ ببی یا جنگ هم چون که هر زنکو برای تروش که نزا انسان گناهکار بیگناه کشگه بی آدم انسانایی که اصلش بردن تو نظامی و نظامی گری کنن کشگه به مردم عادی هم کشگه با شی سر اولی مسئله که باید فکر بکنن. دوما در ارتباط با ایشی که وقتی جنگ ببی احتمال ایشی که قحطی هم ببیتن سک بازه بنابراین باید یه مقدار برنامه ریزی در ارتباط با همین مسئله باید بکنن که بتواند حداقل هزینه های زندگی از نظر خورد و خوراک برای چند ماه برایش به شکلان مختلف در واقع تامین بکنن به یک شکلان برای به دست یعنی دسترسیش ببیته به همچین چیزی. سوم دیگه ایشیه که برای یک همچین شرایطی وقتی که پیشیه بی نظمی و بی قانونی سک بازه یک همچین اوضاع احوالی تا که در حال جنگن تو فقط بوده به قول معروف زور اسلحه که در واقع تعیین کننده ایشین که زور گونکن تو شاه چوش این موقع در سک مهمه که محلوک و مردمانی که به هر حال در کلگ روستایان کوهانی تا بخشانی تا شهرانی تا توشا به شکل‌های محله‌ای در واقع براوتش باید کسانی که اطمینانش هستن و همدیگر در واقع یک شکلانی وتی شوراهای محله‌ای تشکیل بده که در ارتباط با مسائل مختلفی پیشی با مشورت با همدیگر اقدام به عمل بکنن توشا و در این حال هم در ارتباط با همین مسائل شا وقتی که پیش آیند توشا کسام نزا که در واقع چی ببینید سک مهمند که این شوراهای محلی و منطقه‌ای
و تا در واقع به یک شکل آمادگی برای روز مبادا که یک دفعه کلا این حکومت بروتی بپرشی بی نظمی دیگه وحشتناکتر هم هنگت بیتندشا و در آمادگی میکنه و ایشی شامل تمام مردمان بلوچ به نظر من در بلوچستان بید فرق نکن در کردستان در نزان خراسان در هر کجا ایران که هستن شامل پهکان بید همین الان هم تمام میکنه همین الان هم متاسفانه واجه بندوش متوار قطع بید اگر سنگتان استودیو بتواند چه متوار پد من نمیدونم متوار هنگ قطع یا نه واجه بندوی شما ادامه بده فکر کنم متوار انو واسه هست متوار یا نه الو واجه بندوی متوار داره شما تیتوار من هست ها تیتوار هست من تیتوار داره انو شما توانه ادامه بدهید من در اصل داشتم شما عرض کنم که در یک همچین اوضاعی در یک همچین شرایطی ایشی سک حیاتی هم بیتند که مردمان بلوچ به طور کلی و مردمان که هر کجا دیگه فرق نکن کردستان مردمان و تهران مردمان و هر کجایی بنت شاه حتی همین مردمانی که در درون حکومتند هم این شوراها باید کوشش بکنن که این مردمان بکشینن به سمت وقت که در آن شرایط خیلی حساس و سختی که پیشیه به اتفاق هم دیگه در واقع بتونن نظم ووتی دستا بگیرن قدرت ووتی دستا بگیرن پس از های بهرحال سرنوشت مشخص میتینه دیگه به قول معروف چونی حکومتی و چونی حکومتی جانشینیشی بیایت یا حتی اگر چنانچه حکومتی کسه نبی همین حکومتی ووتی جن در واقع به چه شکلی در واقع پدات برگردینک بیتن بیشی که همه فهمه که در واقع بوده بدتر میبینه حداقل من ارزم شیه تمام من دیگه یشتش وقت نگرم من زانش وقت سک زنده با تو واجه بندوی